روز خوب بینندگان ارجمند، امروز جمعه 27 دکبر از شما رو بعد دیدن برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم. این برنامه رو خبرنگاران رادیوی آزادی در تاجیکستان و پراگ آماده کردند. حالا با موضوع اساسی نشر شناس شوید. خدمات امنیتی فدرالی روسیه گفت که گروهی زادگان آسیای مرکزی که گویا در فکر حمله به اداره پلیس مسکو بودند، نابود کرده شدند. کارشناسان تخمین میکنند که هواپیمای آذربایجانی میتوانست از آتش نظام ضد هوایی روسیه سقوط کرده باشد. در سردی هوایی تاجیکستان تاکسی های برقی مالی کمی یافت می شوند. راننده ها از خرج دوباره شکایت دارند. میبرم همین یک ساعت در جمجبه میستم، پچتی تاکسی پور میگذارد، پور. مقامات امنیتی روسیه میگویند چند عضو یک گروه افراطگرای اسلامی را نابود کردند که گویا میخواستند در مسکو حمله تروریستی انجام بدهند. FSB یا خدمات امنیت فدرالی روسیه روز 27 دکبر با نشر یک بیانیه ادعا کرد که اعضای ولایت خراسان که یک حلقه داعش است نیت داشته است یک شعبه امور داخلی را در مسکو بی‌طرح کنند. در اطلاع شبهه برانگیز FSB گفته می شود افراد از آسیای مرکزی بودند و قصد داشتند کارمندان پلیس در مسکو را هدف قرار بدهند. گویا آنها هنگام تلاش بازداشت مقاومت نشان دادند و در جای حادثه کشته شدند. در بیانیه FSB دایر به تعداد کشته شدگان و کی رخ دادن حادثه چیزی گفته نشده است. در خبر گفته نشده است که کشته شدگان شهروندان کجا هستند. اما در ویدیویی که خبرگزاری دولتی تاس نشر کرده است، یک تلفن هم راه دیده می شود که نوشته های دینی تاجیکی و مکالمه زید نام فردی را در واتساپ با کدام کسی دیگر نشان می دهد. در بیانیه همچنین آمده است آنها با سوگند صداقت به گروه دولت اسلامی ماشین خریدند، در آن بالون‌های گاز گذاشته و به تهیه ابزار خودساخت ترکنده شروع کردند. هنگام بازداشت تروریستان مقاومت مسلحانه نشان دادند و در حمله جوابی محو کرده شدند، گفته است FSB. سنجش درستی این اتهام‌ها امکان ندارد. در ویدیویی که خبرگزاری تاس نشر کرد، جسد دو نفر آغشته به خون دیده می شود که چهره‌هایشان را ناعیان کردند و نزدیک یک تفنگچه ایستاده است. مقامات گفتند پرونده جنایی باز شده است. باید گفت وقتهای آخر بخصوص در دوره جنگ نمی شود پر به همه خبرهای رسمی اداره های حفظ قانون روسیه اعتماد کرد، چون همه گونه معلومات می تواند به منفعت این دولت نشر و استفاده شود. حالا عین چنین شبهه ها در اطراف شرح سبب های سقوط هواپیمای آذری در خاک قزاقستان هم صدا می دهد که 25 دکبر قرار بود از باکو پرواز کرده در شهر گروزنی روسیه نشیند. در نتیجه 38 کس کشته و 29 کس جان به سلامت بردند. حالا این گمانزنی ها زیادتر می شود که ممکن است هواپیما را سیستم دفاعی موشکی روسیه تصادفاً زده باشد. ضمناً امروز آذربایجان اعلام کرد که تا انجام تحقیق سقوط هواپیمای این کشور در قزاقستان پروازها به یک چند شهر روسیه قطع کرده می شود. قزاقستان هم اعلام کرد که فعلا پروازهای هواپیمای مسافربر به شهر یکاترینبورگ روسیه را متوقف می کند. همکارم طاهر سفر خبرهای تازه این فلاکت را پیگیری دارد. طاهر سلام، چی تحولات تازه درباره سقوط هواپیما صورت گرفت؟ بله خیرامان، آنگونه که میدونیم هواپیمای مسافربری شرکت ازل و یا آذربایجان ایرلاینز که از باکو به گروزنی به روسیه پرواز میکرد با 67 سرنشین در کنار شهر آقتای قرقیزستان به زمین افتاد و ترکیده و آتش گرفت. بحث و تخمین زنی ها آنگونه که گفتی درباره فلاکت ادامه دارد و بعضی از کارشناسان میگویند سوراخی هایی که در دم هواپیما دیده می شود می تواند آثار حمله سیستم دفاعی موشکی روسیه باشد که هدف آن رفع حمله های پهپادها و یا درون های اوکراین به چچنستان بوده است. یک مقام رسمی آمریکا با شرط ذکر نکردن نامش به خبرگزاری ها گفته است علامت ها دلیل آن است که سیستم ضد موشکی روسیه هواپیما را زده است، ولی او هیچ جزئیاتی نداده است. دلیل ها از جمله نوارها از داخل هواپیما قبل از سقوط، عکس سوراخ ها در دم هواپیما، گفته های مسافران اشاره به آن میکنند که هنگام تلاش فرود هواپیما در گروزنی به این شهر پهپادها حمله کردند.
درباره قوطی سیاه هواپیما که از آن می شود با سوالها درباره فلاکت پاسخ یافت چی اطلاع تازه هست؟ مقامات چی میگویند؟ حالا معلوم نیست که قوطی سیاه که تمام اطلاع درباره جریان پرواز را ثبت میکند در کدام کشور تحقیق می شود، چون جریان تشخیص آن آسان است و نه همه کشورها آن را انجام داده می توانند. اما گل آقا اسلانلی رهبر مساوات یک حزب مخالف دولت در آذربایجان گفته است فلاکت را باید یک کمیسیون بین المللی تحقیق کند. او افزوده است روسیه را به اینجا نباید اجازه داد. اگر قوطی سیاه را برای تحقیق به روسیه برند من به نتیجه آن شبهه خواهم داشت. پایان اقتباس. و طلعت لستایف معاون وزیر نقلیات قزاقستان به رادیو آزادی گفت که متخصصان روز 27 دکبر به محل حادثه می روند و تقدیر منبع قوطی‌های سیاه معلوم می شود. عین زمان دمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز گفته است که باید منتظر پایان نتیجه تحقیقات شد و پیش از آن گمانزنی درباره حادثه درست نیست. تشکر به همکارم طاهر سفر. بینندگان ارجمند خاطر نشان میکنم که در هواپیمای سرنگون شده دو زاده تاجیکستان هم حضور داشتند و نواری که در داخل هواپیما گرفته شده است مال سبحانقول رحیموف می باشد که جان به سلامت برده است. زاده دیگری تاجیکستان زینت الله سعدالله‌اف به هلاکت رسید. تفصیلات بیشتر این حادثه را در سامانه رادیوی آزادی پیدا کنید. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. با سرد شدن هوا در کوچه های تاجیکستان شمار تاکسی ها از حساب ماشین های برقی یا الکترومبیل کم می شود. راننده ها مشاهده می کنند که خراجات چنین ماشین ها در سردی ها 2 برابر زیاد می شود، چون نیروی اساسی باتری برقی برای گرم کردن ماشین می رود. مسافران از مشکل سری وقت رسیدن به کارخانه شکایت دارند. گزارشی برات یوسفی و عبدالغنی عبدالوهاب. 1 ساعت 2 ساعت даже мегузарад. дурдона орифова сокини шаҳри душанбе шиква дорад ки дар рӯзҳои сарди ахир пайдо кардани таксӣ дар пойтахт хеле мушкил шудааст. Слишком бисёр шуд такси, проблема шуд. ёфта натонистем. Даже компания бахши шапаҷон холи мошин надорем. Гуфтам хеле ҷавоб додан. در کوچه هم خیلی مشاهده کردید که دان همینجا به من کارخانم همین طرف به میبرم همین یک ساعت در همینجا به میستم پچتی تاکسی پور میگذارد پور муродали маҳмадалиев ронандаи таксӣ бо мошини барқӣ аст. ӯ мегӯяд дар рӯзҳои сарди яхбандони имсол тақрибан ба кор набаромада буд, зеро баллонҳои мошинаш тобистона буд. ما اهم баллонош эҳтиёт кардем мақсад аҳам баллоное ки мақсад чӣ надорам. ба гуфтаи коршиноси масоили роҳу нақлиёт ҳангоми воридоти электромобилҳо ба кишвар бояд ба сифат ва модели мошинҳои барқӣ таваҷҷӯҳ карда шавад то дар оянда мушкил дар ин соҳа печидатар нашавад. طرف هستن مودیفیکاسیون الکترومبیل هایی که برای سردی مینوس 5 گرادوس سلسیوس مطابقت کردن نمیتونه و از همین سبب فرض کنیم الکترومبیل اگر 400 کیلومتر طبق قوای برق 100% اگر پیش بینی کند اگر در این حالت در زمستان در فصل زمستان مینوس 5 گرادوس میتواند 70-60 کیلومتر استفاده برده شود. аксари таксиҳои душанбе феълан мошинҳои барқӣ ҳастанд. шаҳрдори душанбе ҳам дастур додааст то моҳи сентябри соли 2025 ҳама мошинҳои таксӣ дар пойтахт ба электромобилҳо иваз карда шаванд. мошинҳои барқӣ ба тоҷикистон асосан аз чин ворид карда мешаванд ва нархашон ҳам ба гуфтаи соҳибкорон назар ба як соли гузашта арзонтар шудааст. طبق آمار رسمی سال 2023 و تاجیکستان 3316 و در 6 ماه اول امسال باشد 5266 نقلیات برقی و الکترومبیل وارد شده است. حکومت تاجیکستان از سال 2022 واردات نقلیات برقی را از پرداخت انداز و باج‌های گمرکی آزاد کرده است. تا شروع سال نو 2025 روزهای به شمار مانده است. یک بخشی مردم اید را جشن میگیرند، دیگرها نه. ولی برای بسیاری ها این فرصت نتیجه گیری سال است که می رود. در آستانه عید همکاران ما در رادیو آزادی از چند نفر در خیابان های شهر دوشنبه پرسیدند که
соли 2024 вазъи молии онҳо дар муқоиса бо солҳои пеш беҳбуд ёфт ё на ва то куҷо аз вазъашон розӣ буданд? пурсишро Амир Исоев барпо кардааст. нисбат ба соли гузашта хело беҳтар шуд. беҳтар ҳамин ки ҳама аз ин ҳам оромӣ, нағз, тамоми чиз шароит муҳайё. هیچ چیزی نبود، هیچ چیز، نه کاری، نه باری، نه دیگه کل به خانه خواه، نه چیزی نبود، هیچ چیزی. خدا تاجیکستان رو گل گلزار کنه. بود هوا بسیار نغز اومد. ما سال گذشته از 5 گکتار زمین گرفتیم 5 تن، فرض کنیم 5 تن گندم گرفتیم. این سال باشد 7-8 تن شد. اکنون من شکر خود درآمد هیچ ندارم، همین فقط نفقم همین به راسته آماده است، شکر همین درآمد سال شد، درآمد شروع شدم کارچکار رسوندیم آوردیم فروختیم یک چی درآمد شد. کاری دولتی کار میکنیم، خیلی اولی که دولتی وقتون معلومه خیلی کمتر زیادتر کردن، همین سبب شد. برکتش نخستره سالی با برکتره بکنون سالی 2024. برای من خیلی سالی چه بگم که سالی خوب بود از سبب اون که من کاری خودم را روی کردم که پیش بردم ان شاء الله کاری من پیش میرد با که مسئله صاحبکاری انفرادی گفتنی هم که ما کار از نو سر کردیم درآمد ما قینه پیش نرفته احساس لطفاً چی گفتنی هم که جان که صاحبکاری انفرادی را کمتر آسان تر کنن برای که ملادج حاضر پیش رفته بگن که آسانه مقصد کارشون قانونی پیش برنده نیزکانی نبرن. خیلی دقیق مهنت کنی اکد یا چی میشه مهنت کی نکردی اگه با خانه دخو کردن هیچ کنه میاره مقصد یگان سمتده زندگی را پیش بردن. اگه زندگی به مشکلی نمیشه خیلی مثال میگه که جهت مثال بنزین یا که جهت مثال گاز که مقصد خیلی هر چیم که نباشد اگه با فایده ما همین نقلیات که هسته پیاده نمیمونه مثال خیلی کن نقش بازار اگر در مقایسه با سال 23 گیریم 1 درجه کم ترک بلندتر شد لیکن این وابسته به درجه استحصالات است. По сравнению с 23 годом, 24 год, конечно... البته در مقایسه با سال 2023 سال 2024 پیشروی‌ها بود. معاش کارمندان بالا رفت، حق بازنشستگان زیاد شد، ولی همزمان نرخ خوراک، نرخ خدمات کمونالی بالا رفت. بهتر می بود که مزد مهنت بلند میشد و نرخ خوراکواری و خدمات کمونالی در همون سطح میماند. Коммунальные услуги оставались на том же уровне, как и были. سال خیلی میشه که قیندیا بودن مقصد خیلی سوم نمیرسد. امسال نسبت به سال دیگر ما یک جایه شدیم وضع پولی و مالی هم خیلی بهتر شد نسبت به سال پیشینه. و یک خبر دمیتری مدویدیو گفت بیش از 40% فرزندان مهاجران در مکتب‌های روسیه زبان روسی را درست نمی‌دانند. معاون رئیس شورای امنیتی روسیه روز 26 دکبر در یک جلسه اوید به تکمیل قانون‌های مهاجرت در مسکو گفت چنین آمار بر پایه معلومات وزارت معارف روسیه به دست آمده است. مدویدیو از جمله گفت فرزندان مهاجران با سبب کار و زندگی والدانشان در روسیه به مکتب‌های محلی می‌روند. شمار آنها زیاد است. بیش از 200,000 نفر گفت مدویدیو. متاسفانه قسم زیادی آنها بیش از 40% زبان روسی را برای از خودکنی برنامه تعلیمی ابتدایی نمی‌دانند. او از قبول قانون امتحان سپاری حتمی فرزندان مهاجران از روی فن زبان روسی یادآور شد که قرار است از 1 اپریل سال 2025 به اجرا درآید. بینندگان ارجمند تشکر که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های از این بیشتر را همیشه می توانید در سامانه azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کنید. با رادیوی آزادی فرستادن خبر و ویدیوهای مهم و جالب از حادثه های تاجیکستان را فراموش نکنید. تلفن ها در صحیفه های ما در شبکه های اجتماعی هست. خدا نگهدار.